واسه گفته گذشت ما این در کن خوب اون مچیت رفته از مچیت چی میگیرد وای چی میگیرد این مچیت هیچی نمیگیرد ما یک گپ خوب بزنیم در بین ملاحات در دهاتات جنگ و جنجال برای وظیفه برای در مچیت کی کار کردن نشه پیدا کنید. میخواهید که شما اسلام در نظر این مردم زیبا نشان دهید، اخلاقی خوب باشید، آداب خوب داشته باشید. دیروز به من سوال هم شد که بعضی ها میگن عروس ها را اگر خلوت یابی پلاشان به زوری گیری غارت کنی حلال است. این بسیار سخن خطاست، این حرام است، از گوشت خوک هم حرام است. خدا هیچگاه بنده خیانت پیشش دوست نمی دارد، بنده دزد و بی غیرتش دوست نمی دارد. خدا از شما بندگانش طلب میکنه که از وجه حلال براتون رزق و روزی یابید. این خیانت است. خدا خائنا رو دوست نمی دارد. ان الله لا يحب الخائنین. زیرا او هم بنده خداست، زیرا او هم خدا رزق میتید. حتی رسول اکرم گفتند کسی یک کافر ذمی را میترساند، یعنی با ترساندن چی؟ یا کارت به سوش میکشد یا که پولش میخواد ترسانده گیرد، لم یرح رائحة الجنه، بوی جنت نمییابد. من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه. این حدیث صحیح است. بنابراین عزیزان من، شما اینجا برای غارت کردن نامده، شما اینجا برای این مردم فریب کردن نامده، شما برای رزق روزی از وجه حلال یافتن آمده. بنابر خودتان کار کنی، از دستان میبیاد موسفید و پیرزنهای اونها رو یاردم کنی. صدقات نافله در همه درست است، حتی در همون الکشایی که در راه مستن همونها هم پول ته صدقات نافله درست است، اما زکات نه. حضرت امام آدم رحمت الله علیه حتی صدقه فطره که واجب است دادنش در کافر درست میگوید. اسلام تا این حد غیر دینها را احترام میکند. وظیفه شما بازم میگم با اخلاق خوب خود، با آداب خوب خود، با پاکیزگیتان اونها را در نظرشان اسلام زیبا کردنشان دادن است. وقتی که اونها بینن جوانان مسلمان پاکیزند، خوش اخلاقند، با آدابند، خیانت پیشه نیستند، به همسایه و به همکارش خیانت نمی کند، میزده و گراینکش نیست، دزد و غارتگر نیست، کسب حلال میکند یا میخواند، بیگاهی میبیا نزد فرزنداش خواب میرود، میره مسجد عبادتش میکند، میبیا خواب خانهش کتاب خانی کرده خواب میرود. با این اخلاق خوب شما رو اونها بینن، اونها حتما این اسلام دوست میدارن. دنیای غرب که امروز الحمدلله اسلام در آنجا رواج یافته ایستاده است، چه در فرانسه و امریکا و چه در گرمان و چه در ایتالیا، همین اونها از اخلاق خوب مسلمان های اونجا اسلام پنج شده ایستاده است. بنابراین بچه های عزیز، اگر مسلمان حقیقی هستی، اگر میخوای اسلام تا دنیا در محبوبیت پیدا کند، شما خودتان با آداب و خوش اخلاق باشید. زیرا هر غیر دین در سیمای شما اسلام میبیند. وقتی که بیند تو میزده هستی مثل خودشان بارین، جواناشان بارین، او از این اسلام نفرت میکند. اما بینی تو با آداب هستی، پیرزنان را یاردم میکنی، پیر مردای بیچاره شان دستیاری دراز میکنی، همسایه غیر دین داشته باشی اوقات کنی براش یک کاسه اوقاتی، بیمار شود درای خبرش گیری، وقتی در راه گذشتند به او سلام کنی. والله اونها این تو مسلمان دوست میدارن، در حالت تنگی از این تو مسلمان پشتبانی میکنن. بنابراین بچه های عزیز، اخلاق عالی اسلامی را به خودتان کسب کنید. من به خاطر این آمدم، در این یک ماه زایدتر است که همراه شما هستم. مقصد من شما را تاکید کردن بود، فهماندن بود که در این مسافرت ها اولا دین خدا، تقوای خدا، بندگی خودتان حفظ کنه، ثانیاً آداب عالی اسلامی را برای این مردم نشان دهید. خوب این بود تاکیدی که میخواستم برای شما کنم.
اکنون صحبت اساسی روز جمعگی رو برای شما اگر فرصت داشته باشم چند آیه مبارکی از قرآن ترجمه و تفسیر میکنیم، بعد از آن دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظیم. ببینه این آیه مبارکه آغاز سوره مؤمنون است، سوره که نامش نامی مؤمنها را دارد، سوره که مؤمنهای حقیقی را برای ما صفتهاش بیان میکند، همون مؤمنانی که خداوند جنت الفردوس براشان آماده کرده است. کیا هستند و چی صفتها دارند این سوره برای ما معلوم میکند. هر کدام شما بعد از شنیدن این صحبت خداتان سوال کنه آیا این صفتها در شما هست؟ زیرا شما هم دعوا میکنه که اهل ایمانید، زیرا شما هم امیدوارید که خداوند شما را اهل جنت گرداند. وقتی که این تو امید دارید این صفتها در شما هست یا نه؟ اگر باشد خوشا به حالتان، همون جنت الفردوس جای شماست. اگر این صفتها در شما نباشد شما مؤمن فریب خورده هستید. خودتان اصلاح کنید، حالا فرصت دارید. زیرا خداوند وقتی که جنت با همه زیبایی‌هاش تیار کرد، آمادش کرد پیش از آفرینش انسان در پیشتاق او، این آیه مبارکه سوره مؤمنون اولش نوشت قد افلح المؤمنون. خدا میگه رستگاری یافتند، به راه سعادت و نجات رسیدند، به مقصد عالی خود نائل گشتند. مؤمنان حقیقی، همان مؤمنانی که این 6 صفت در اونها هست. یکم الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونها نماز میخوانند. صفت اولشان همین است که نماز میخوانند، در نماز خوف خدا در دل دارند، در نماز خوشانه در محضر خدا تصور میکنند، در نماز از دنیای بیرون خوشانه جدا میکنند، متوجه به سوی خدا میشوند. در وقت نماز یاد بهشت و دهشت دوزخ اونها را میلرزاند و آب دیده میکنند. یکم صفتشان این است. نه اون نمازی که من شما میخوانیم. در نماز هزار جا فکر ما میرود. کوشش کنید در نماز متوجه به خدا باشید. دویم صفتشان این است والذین هم للزکات فاعلون، اونها زکات میدهند. وقتی که ثروت و بایگری دارند، وقتی که دولت دارند، از این ثروت و بایگریشان، از این دولتشان حق خدا را که برای کمبغل و مسکین ها بالای ما بایهاد فرض کرده است جدا میکنن و به مردم میتیند. زکات نشانی ایمانداری است. کسی ایمانی به خدا دارد، کسی این ثروت و بایگری را از خدا میداند که خدا به من داده است، او در دادن زکات تنقیصی نمی کند، در دادن زکات بخیلی و ممسکی نمی کند.
زیرا هرچی ما داریم از خداست. جوانای ثروتمند و چقان و پهلوان، این ثروتمندی شما که استعداد شماست، این استعداد از جانب خداست. بنابر حق خدا را هر سال حساب کنید، 2.5 فایص جدا کنید برای کمبغلا و محتاجا و برای محبس بودگی برادران مسلمانتان و برای خیشای کمبغلتان تقسیم کنید تید. این دویم صفتش است که در این باب تفصیل هاش با شما زیاد صحبت کردیم هستیم. سیم صفتشان والذین هم عن اللغو معرضون. سیم صفت مؤمنان حقیقی این است که زبانشان به سخنهای بیهوده مشغول نمی دارند. مؤمن حقیقی حقارت چی نیست بچه های زیبا. حقارت کردن این شرمندگی است. دشنام دادن برادر مسلمان یا غیر مسلمان این گناه است. جوانمرد چی دارد؟ زبان پاکیزه دارد. جوانمرد چی دارد؟ اخلاق خوب دارد. به قوه پهلوانی تو به ثروتت مغرور شده از خود پستا را، از خود کمبغلا را تحقیر نکن با دشنام دادن و با حقیر شماریدن. مسلمان حقیقی زبانش از حقارت نگاه می دارد، زبانش از غیبت کردن نگاه می دارد، زبانش از تهمت کردن یک برادرش نگاه می دارد، زبانش از آدم فروشی که پسترین جنایت است زبانش نگاه می دارد. زیرا هر مسلمانی که حقارتچی است، غیبتچی است، آدم فروش است، خبرکش است، وای مسلمان نیست. خداوند بهشت برای خبرکشا حرام کرده است. بنابر خداگو مؤمنه که بهشت برای اوست، یک صفتش این است والذین هم عن اللغو معرضون. زبانش از سخنهای بیهوده که براش فایده ندارد، برای جامعه فایده ندارد، برای محلش فایده ندارد، برای آیلش فایده ندارد، برای خودش فایده ندارد، از این تو سخنها زبانش نگه می دارد. بنابر بچه های خوش رو بازم میگم زیباگی شما در آداب شماست، زیباگی شما در دهان پاکیزه شماست. حقارتچی نشوید. رسول اکرم سباب المؤمن فسوق، دشنام مسلمان این گناه کبیره است. دیگر صفتشان چیست؟ چهارم صفتشان والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمنان حقیقی که فردوس مال اونهاست، فردوس قرارگاه اونهاست، چهارم صفتشان این است که زنا نمی کنند، خیانت با برادر مسلمانشان با غیر مسلمان نمی کنند. والذین هم لفروجهم حافظون. فرج عزیزان من شرمگاه هم میگویند، برای مرد آلت جنسیش میگویند، برای زن آلت جنسیش میگویند. این آلت جنسیه که خداوند در مرد و زن داده است، این امانت است. این امانت خداوند فردا از هر کدام ما و شما میپرسد. این امانت در کجا صرفش کردی خدا میداند و پگه سؤالت میکند. از شرمندگی آن روز خودت نگه دار. وقتی که آیه مبارکی این نازل شد ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، تفسیر این آیه مبارکه ده اصحاب پیغمبر گفتند الفرج امانتون. فرج هم شرمگاه هم امانت است. بنابر جوانای عزیز بازم میگم جوانی شما در زناگاری نیست. زناگاری افتخار نیست، زناگاری مستی نیست، زناگاری این غرور ندارد، این پستی است، این ناجوان مردی است، این خیانت پیشگی است، این جنایتکاری است. بازم گفتم چند روز بازم امروزم میگویم هر کسی که بی‌پروایانه زنا میکند حتما داند که در خاندان او، در همسرش و در خواهرش و در دخترش کسی دیگر خیانت میکند. تکبیر! الله اکبر!
زیرا پیغمبر بزرگوار سخنش بیجا نیست. رسول اکرم میفرمایند من زنا فقط زنی بهی، کسی زنا میکند حتما در خاندان او کسی دیگر زنا میکند. عزیزی من، خود از زنا نگه دار، زیرا خداوند در قرآن عظیم و شان زنا را سختترین جنایت و بدترین راه است که انسانیت برای خود کشف نمود، این راه طی میکند. ولا یزنون و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. خدا میگه بندگانی من، کسی که بنده خداست، خدا را دوست بداره، او زنا نمی رود. وقتی که بنده خدا هستی، خدا میگه بنده من زنا نمی کند. وقتی که زنا میکنی تو بنده خدا نیستی. بنابراین خدا گفت والذین هم لفروجهم حافظون. به خاطر ان همین خداوند لباس پوشیدنش فرض کرد. خداوند برای بندگان مؤمن لباس پوشیدنش فرض کرد تا اینکه شرمگاه او محفوظ بماند. خدا تان نگه داره. آره شهوت زور است، شهوت شاید عقل تا نمی پوشاند، شاید شهوت شما را فریب می دهد، اما خدا به شما رخصت داد الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. خدا گو بندگان مؤمن حقیقی من این شهوت خدا آرام میکنند در همسرهای نکاحی خود، در خانمهایی که به نکاح مسلمانی میگیرد با او آرام میکنه، خوشم. این آلت جنسیش در او استفاده میبره، نه با زن بیگانه. زن مسلمان این آلت جنسیش در شوهر خودش استفاده میبره، نه با مرد بیگانه. بنابراین خدا تان نگه داره. خدا از این سبب بود نکاح برای بندگانش اجازت داد. حتی با آن حد اجازت داد که اگر شهوتت غالب است و زیاد، یک همسر تو قانع ساخته نمیتواند، دویم همسرگیر، سیوم همسرگیر، چهارم همسرگیر، اما از 4 زاید نه. به شرطی که همش دوست داری، به شرطی که همش تربیت کنی، به شرطی که همش با خانه تامین کنی، به شرطی که نسبتی همش یک گونه رفتار داشته باشی. اما خدا گفت زنا نرو. به خلاف قانون الهی، قانون امروز دشمنان اسلام، قانون کسانی که میخواهند آزادی برای انسان عطا کنند، به هر کس میخواهی برس، به 1000 زن میخواهی برس، اما دویم زن بالای همسر رو نگیر، زیرا این تحقیر زن است. مقصد اونها فاسد کردن جامعه بشری است، مقصد اونها فاسد کردن نسب انسانیت است. نه با بچه های عزیز، بازم میگویم به جاناتان جبر نکنید. شما جوان است، شاید شیطان فریبتان کنه، شاید تا امروز فریبتان کرده است. از 3 توبه کنه، پشیمانی کنه، لا اله الا الله و محمد رسول الله تجدید ایمان کنه، بعد از این دیگر به این راه قدم نزنید. این است 4م صفت مؤمنانی که بهشت برای اینها آماده شده است. 5م صفتشان چیست؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. کسانی هستند که اونها امانت خیانت نمی کنند، اونها با کسی عهد دوستی و برادری بستند، عهد تجارت و کار بستند، در این عهد خیانت نمی کنند. یعنی مؤمن حقیقی خیانت پیشه نیست. عزیزان من، امانت چی؟ امانت مالی است، چی امانت ناموس است، چی امانت عفت است، چی امانت سخن است، ما باید او را نگه داریم. مسلمان امانت نگهدار باید باشد، زیرا کسی که امانت خیانت میکنه، یا آدم شما یک سخن گفت، این امانت است، نباید تو در دیگر جا رفته او را پهن کنی و آوازه کنی. یک آدم برای شما یک چی مال چه امانت دستان داد، نگاه داشته است تا من لازمی در کار شده، نه، او امانت است، نباید تو او را از لبش خیانت کنی.
به اجازتش از لبش استفاده بری. زیرا رسول اکرم در خائن مؤمن نیست، منافق است. یک صفت منافق خیانت کردن در حق برادر مسلمانش است، در مالش، در بایگریش، در کارش، در آبروش، در خاندانش. این صفت منافق است. رسول اکرم گفتند آیت المنافق ثلاث اذا اؤتمن خانه. و این چنین با کسی که عهد دوستی میبندید با اونها هم در عهدان وفا کنید. عهد دوستی بستید، باید این پیوند دوستی تا آخر رود. عهد برادری بستید، باید این عهد برادری تا آخر رود. با یک کس شرطنامه کاری میبندید، باید این شرطنامه تان همیشه ادامه یابد. اندک سبب قطعی برای اندک فایده دیگر این عهد ویران نکنید. زیرا مؤمن حقیقی وفای به عهد دارد. رسول اکرم منافق است و عهدش ده خلاف میکند. آخران صفتشان چیست؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. خدا آغاز صفت مؤمنان را با نماز شروع کرد و آخرشان هم با نماز تمام کرد و با مکافات اعلام کرد. این مؤمنان حقیقی همیشه نماز با جماعت میخوانند، نماز با حضور دل میخوانند، نماز با رکوع و سجودی کامل میخوانند، نه سر استامه، نه اینکه مسجد در پیش خانش خالی باشد و در خانش خواند و مسجد نبیاد. او مسلمان نیست. بنابر کسانی که این 6 صفت داشته باشند مکافاتشان چیست؟ ببینید خدا چی گفت؟ اولئک هم الوارثون. اینها صاحب شوندگان بهشتند، اینها وارثان قصرهای عالی بستانسرای جنتند. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اینها میراثگیران کافرها هستند. خداوند به شماری تمام بندگان در جنت قصرها و بستانسراها آماده کرده است. کسی از اینجا از تاجیکاست و ازبکاست و روساست کافر شد که دوزخ رفت، قصر او بستانسرای او را با همه چیز چاره که دارد خانماش مؤمنه که بهش میدارد میراث میگیرد. بنابراین خدا اینجا وارثون گفت. هم حق خودش میگیرد، هم حق او کسی که به سبب ایمان نآوردن کافر شد و دوزخی شد، هم حق او را هم این بنده مومن میگیرد. یعنی فردوس با همه زیباگیش که راحت او دیگر تمام شوی ندارد، جوانیش دیگر تمام شوی ندارد، شادیش غم ندارد، خرسندیش ماتم ندارد، بایگریش کم بغلی ندارد، حیاتش مرگ ندارد. مکافاتی انا همین بندگان مؤمن است که این 6 صفت در اونها هست. عزیزان من، آیا این 6 صفت که خدا در این آیه مبارکه، آیه های مبارکه گفت در ما و شما هست؟ اگر باشد خوشا به حالمان، اگر نباشد فرصت داریم خودمان اصلاح کنیم، خودمان صاحب جنتی جاودانی کنیم. این دنیا همش با زحمت میگذرد. ببینید جوانیش هم آخرش پیری دارد، شادیش آخرش غم دارد، خرسندیش آخرش ماتم دارد، تن صحتیش آخرش بیماری دارد. کدام محفلش اینم یک کس دو کس بیمار است. بایگریش آخرش کم بغلی دارد، حیاتش آخرش مرگ دارد. نه لایق بر غرور است و نه عرض اعتمادی ها، نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. شما در پیشگاه خدا انقدر محبوبیت دارید که همه این عالم برای شما آفرید، خدمت شما را کند، شما را خودتان برای عبادتش آفریده است. باید شما خدا را خدمت کنید، خدا را عبادت کنید. مکافات عبادت این رسیدن به جنت جاودانی است. مکافات عبادت دیدن جمال پروردگار است. یا الله،
وقتی که جنت الفردوس به بندگان مومن می درآیند، تمام اسباب راحت شرایط براشان آماده است، اما هیچ کدام اونها لذت و شیرینی تماشای جمال خدا را ندارد. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه می فرمایند، یا حضرت ذوالنون مصری رحمت الله علیه والله اعلم، ما طابت الدنیا الا بذکره و ما طابت الآخرة الا بعفوه و ما طابت الجنة الا برؤیته. این دنیا وقت برای بنده مومن خوش است و شیرین است، فارم است که بنده مومن یاد خدا در وی داشت، نمازاش خواند. آخرت وقت خوش است و زیباست که خداوند ما و شما را به رحمتش عوف کند، کمبودی های داشتگی ما درگذرد. جنت وقت زیباست که ما و شما را خداوند به دیدن جمالش میسر کند. رسول اکرم ده انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر. شما پروردگار خودتان در بهشت میبینید مثل که در این دنیا ماه شب 14 در فضا پر باشد، چگونه از همه گوش و کنار میبینند. خداوند مهربان ما و شما میبینیم. یا الله، وقتی که بهشتی ها بهشت میدارن با حورهای زیبا و همسرهاشان مشغول صحبت و راحتند، یا الله، حضرت جبرئیل امین از اونها می بیاد، می پرسد که شما دنیا یک آرزوی داشتید، مگر این آرزوی خود فراموش کردید؟ از خدا چی آرزو دارید؟ چی میخواستید امروز فراموشش کردید؟ حضرت مولا امین به نظم داره که بودیم چون گدا در دار دنیا. اینا میگفتن خدایا دیگه ما چی آرزو داریم؟ ما هممون محتاج بودیم، عرابکش بودیم، در خونکا در ترازوکش بودیم، امروز ما پادشاهی داریم، دیگه چی آرزو داریم ما؟ که بودیم چون گدا در دار دنیا، عطا کردی پا سلطانی عقبا. به ما پادشاهی دادی، به ما اینقدر قصرها و بوستانسراهای زیبا دادی، این خانم‌های چون ما خوشرو دادی. بنابرای خانم‌های این دنیا بودگی تانم اگر 5 وقت نمازشان خوانند، رمضان مبارک روزشان گیرند، با عفت و با حیا باشند، شوهراشان احترام کنند و دوست دارند، فرزنداشان تربیه خوب کنند، والله این خانم ها، این خواهرای عزیز ما در بهشت از حورها هم زیباتر می شوند. این وعده خداست. به حضرت ابو میگه که بودیم چون گدا در دار دنیا، عطا کردی سلطانی عقبا. بروی تخت جنت پادشاهیم، زیاد از این دیگر از تو چی خواهیم؟ خدا از این زایدتر با چی خواهیم؟ پادشاه های این دنیا میخوان زایدتر با داشته باشند، حرکت میکنن نفوسشان در جای دیگر زایدتر کنند، اما بهشتی ها آنقدر پادشاهیشان کمترین اهل بهشت 2000 ساله را زمین در پادشاهی دارد. در اونجا بین بهشتی ها دیگر عداوت و دشمنی و حسد نیست، رشک نیست. که بودیم چون گدا در دار دنیا، عطا کردی سلطانی عقبا. بروی تخت جنت پادشاهیم، زیاد از این دیگر از تو چی خواهیم؟ یا الله. سان حضرت جبرئیل میگفته روی از علماء پرسه، باز یک آرزوی دیگریم غیر از این راحت بهش باز داشته. میرن هر قوم نزد امام خود، انشاءالله شما پیش امام الدین میره، میپرسه امام داملا ما چی آرزو داشتیم که از ما فراموش شده است؟ خداوند امام الدین ما را توفیق دید و به این آیه ها عمل کند و به اون فردوس رساندش. ما گمان نیک داریم زیرا صورت انشاءالله خوب است. ما چی آرزو داریم که جبرئیل امین از ما پرسیدی است تا دست به یاد من نمی بیاد؟
صدنی علما ها میگفتن آخر دنیا ما از همه آرزویی که شبها گریه کرده از خدا طلب میکردیم این دیدن جمال پروردگار بود که پیغمبر وعده کرده بود شما را که انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر. حالی کید جمال خدا را مشاهده کردیم روزی جمعه میشه دست مانند این جمعه بارین خداوند فریاد میکنه بنده هاش که بیایید درون جای لازمی جمال من رو ببینه. وقتی که این خبر از پیشواهاش هم میشنیدیم بعد پروردگار رو فریاد میکنه مناجات میکنه که خدایا ما را به دیدارت مشرف کن، ما به این جنتت کار نداریم، ما دیدار و جمال تو رو میخواهیم. به حضرت ذوالنون مصری اوی میگن ما طابت الجنت الا برؤیتی، جنت همه لذت و زیباگیش دیدن جمال خداست. به حضرت چی بگه؟ با فریاد بکرن بیاید شان جمال جان فزاید، بیاید شان جمال جان فزاید، همه آیند یک بار به فریاد که حاجت نیست ما را عیش بستان، که حاجت نیست ما را عیش بستان، بکن یا رب جمال خود نمایان. اللهم ارزقنا که حاجت نیست ما را عیش بستان، بکن یا رب جمال خود نمایان. وقتی که جمال پروردگار با تماشاش میکردین همه بعد هوشاشا واله و شیدا میشدین دیگه همه چیز فراموش میکنن. یا الله حدیث امام ابن ماجه است از جابر روایت میکند پروردگار همین ما و شما را به دیدن جمالش در آخرت نصیب کند و در این دنیا توفیق بندگی و عبادتش برای هممان خداوند نصیب گرداند. پروردگار همین شما را هر آرزوی مرادی که دارید به آرزوتان برساند و این شهری چلیه بینست که خداوند همیشه تینج آرام و همیشه جای پرفیض برکت برای هم مردم خودش و هم برای مردم عزیز ما تاجیکستانیا و ازبکستانیا بگرداند. پروردگار حکومت روسیه را همیشه صاحب قدرت و صاحب نفوذ در عالم گرداند. همیشه آزادی و چه آزادی دینی چه آزادی سیاسی را برای مردم خودش و برای دیگر مردم ها تامین نماید. آمین یا رب العالمین. بار دیگر از همه تان به خاطر این احترام و به خاطر این پیشوازگیری ها و به خاطر این انبوه زیاده که جمع شده اید برای ادای عبادت برای زیارت ما خداوند اجر و پاداش نصیب کند. دعاست. رسول اکرم گفتند در روز جمعه ساعت اجابت دعا. بنده مومن هر حاجاتی که داشته باشد دعا کند اگر به همون ساعت تغری بیاد خدا او دعا را اجابت میکنه. من از این فرصت استفاده میبرم شاید این ساعت اجابت دعا باشد، شاید بعد از فرامدن امام از منبر باشد، شاید وقتی نماز عصر باشد. خلاصه امروز روز اجابت دعاست. دعا کنید خدا دعاتان اجابت میکنه. پروردگارا بیمارای همین ما و شما را بار دیگر شفای کامل نصیب کنند. چند روز در اینجا برادرها برای مادراشان برای فرزندش دادر با آب دیده دخترچی 7 سالش بیماری سرطان بوده است التماس دعا کردن خداوند به همشان شفای کامل عاجل نصیب گردان. خداوند قرضدارهای ما را از قرض رها گردان. خداوند خواهرها و برادرای ما که در اشتیاق فرزندند خدایا تو میدانی اینها کی هستند برایشان فرزند صالح نصیب گردان. خدایا دادرایی که خود دخترچه های زیبا دارند باز خدایا آرزوی پسردار شدن هستند خدایا اونها دم پسرای زیبا و اهل قرآن و حافظ قرآن نصیب گردان. خدایا خواهرای ما را بخت شیرین و شوهرای خوب و زیبا برایشان نصیب گردان. پروردگارا تاجرای ما را در تجارتاشان برکت عطا فرما، از آفتا نگهشان دار.
خدایا زندانی‌ها را برادرای مسلمان ما بعضیش از روی نادانی از روی جاهلی در زندانها هستند خدایا اونها را از زندانها خلاص گردان پروردگار طالب علم